من خدمت شما عرض. متشکرم از شما. ثابت بکنم که این آماری که دارن ارائه میدن آمار غلطیه. این مشکل مملکت ما همینه. من ثابت بکنم که غلطه؟ شما نه. چجوری میخوای ثابت الان صحبت میکنیم دیگه. من تو صحبت شما اصلا وارد نشدم. فقط یه سوال پرسیدم، گفتم منظورتون فیلترینگه یا نه. ببینید میگن این جرائم کاهش پیدا کرده. سوال: وقتی تعداد کاربران تلگرام یا اینستاگرام در کشور ما افزایش پیدا کرده و از اون طرف ما نمیتوانیم همون رصد حداقلی که قبل از فیلترینگ داشتیم بر تلگرام و اینستاگرام داشته باشیم، به واسطه استفاده مردم از فیلتر شکنها. آقایون اصلا اساس فیلتر شکن به نظرم نمیدونن کار فیلتر شکن چیه. یعنی شما رو آی پی شما رو میبره یک کشور دیگه، یعنی شما رو یک کاربر یک کشور دیگه نشون میده. و خب وقتی شو کاربر یک کشور دیگه نشون میده، جرائم و قتل ما رو کشور دیگه نشون خواهد داد. درسته؟ وقتی که این اتفاق افتاده و ما همون نظارت حداقلی رو نداشتیم، چجوری رفتیم این آمار رو در آوردیم؟ چجوری رفتیم در آوردیم؟ این سوال اصلیه. من سوال پرسیدم چند میلیون کاربر تلگرام یا اینستاگرام در کشور ما وجود داره؟ چند میلیون کاربر وجود داره؟ شما اطلاع دارید؟ توی این آمار میگن؟ همینجا میگه 50 میلیون. از کجا اومدن اینا؟ مگه میشه تعداد کاربر تلگرام از 30 میلیون برسه به 50 میلیون، بعد آمار جرم و جرائمی که ما هیچ نظارت، این فقط بسیمش گفتن خب تلگرام کسی استفاده نکنه، بعد بیشتر شدن استفاده کنن، بعد بگن خب وقتی ما فیلتر کردیم با اینکه تعدادم بیشتر شده آمار کم شده. خب میشه آمار پوچ و مهملی که میبرین میدین با آقایون تصمیمات غلط میگیرن دیگه. این یک. دو، شما میگید من خواهش میکنم دیگه مقایسه با بقیه کشورها نکنید آقای رسایی. این مقایسه خیلی دردآوره برای مردم ما چیمون حالا فقط تو بحث فضای مجازیش میگن، تو بحث اینترنت میگن ملت ما چیمون مثل بقیه کشورهایی که آقای رسایی بلند میشه اینجا میگه قانون کشورهای دیگه راجع به اینترنت و فضای مجازی، سرعت اینترنت اون مثل کشورهای دیگه هست، خدماتی که تو اینترنت بهمون میدن مثل کشورهای دیگه است، درآمدی که از اینترنت کسب میکنیم مثل کشورهای دیگه است، حقوق و مزایا اون مثل کشورهای دیگه است. نه عزیز من، شما با اینترنت ما رو با اتیوپی مقایسه بکنید، با کره شمال با مقایسه بکنید.